سلام. واکسن بخرید یا واکسن میسازیم؟ این موضوع مجادلات کرونایی این روزهای میهنمون شده. واکسن بخرید مطالبه اکثریت مردمه که دوبار هشتگش توی ایران ترند شد و واکسن میسازیم هم تبلیغات نظام ولایت و هواداراشه که میخوان نخریدن واکسن خارجی رو با ساخت واکسن داخلی بپوشونن. حالا هر جا هم که ملت دستشون رو میکنن باز مدعی میشن که همه اینها تبلیغات نادرست و ناروای رسانه‌های بیگانه است. من یک مسئله میخوام عرض کنم نسبت به مسئله واکسن که خب معمولا این رسانه‌های ضد ایرانی هر روزی یک بهانه پیدا میکنن. خیلی هم پررو هستند، یعنی یه بهانه روش سوار میشند و موج سواری میکنن، واقعیت ها رو پشت رو کردن، تحریف کردن، اما حالا دیگه پررویی ادامه داره. دو مرتبه یه موضوع دیگری رو پیدا میکنن، روی اون موج سوار میشن. مدت ها شروع کردن به اینکه همه عالم و همه دنیا دارن واکسن میزنن، ایران چرا عقبه، چرا دنبال واکسن نیست. بعدم حالا شروع کردن مشکلات چیه، پول نداره، پول داره، این پول در بانک منتقل نمیشه، منتقل میشه، اوفک اجازه نمیده، آمریکا اجازه میده. یک بساطی رو به راه انداختن. من خواهش میکنم مردم عزیز ما توجه بکنن، تمام این تبلیغاتی که میشه تبلیغات نادرست و نارواست. حالا ببینیم اونهایی که مچ اینها رو میگیرن پررو هستن یا این آقای دروغ درمانی پررو تشریف داره؟ بابا همه کشورهای منطقه واکسن خریدن، واکسیناسیون رو شروع کردن، بعد این با پررویی میگه چرا به ما میگید عقب هستید؟ خب برای اینکه یک ساله توی ایران کرونا نزدیک 200,000 نفر قربانی گرفته، ولی شما تو زمینه مبارزه با کرونا به جز اختراع کرونا یاب مستعان هیچ کاری نکردید. حسنی که این دستگاه داره اینه که نیاز به خونگیری نداره، کاملا از راه دور این کار رو انجام میده و هوشمندانه عمل میکنه، یعنی هم برای غربالگری های خیلی انبوه جواب میده، سطوح رو کاملا تشخیص میده، نقاط آلوده و انسان هایی که به این ویروس آلوده هست. دنیا تو این یک سال به کوب دنبال ساختن واکسن بود، بعد رفتن واکسن ساختن، مراحل تستش رو گذروندن، لوجستیک توزیعش رو فراهم کردن، الان واکسیناسیون عمومی رو شروع کردن، بعد تو هنوز داری تبلیغ واکسن نسیه داخلی رو میکنی که نه به داره نه به باره. خود واکسن خود ما من لحاظ علمی چیزی کمی نداره. این واکسن هیچ کاستی نداره و روزی هم که انشالله آزاد شد من جز اولین کسانی هستم که واکسن رو خواهم زد. این یک عظمتی است دستاورد ما در مورد. حالا اولا کدوم واکسن؟ هنوز یک نفرم شما ندارید که این معجون رو بهش زده باشن و کرونا نگرفته باشه. بعد تو از واکسن صحبت میکنی؟ به قول معروف به پشه روبدی فرودگاه میخواد. آخه بر اساس کدوم تحقیقات میگی کم و کاستی نداره؟ بعد تو اصلا چیکاره هستی که سر واکسن نظر میدی؟ وقتی یکی رشتهش برق بوده رو میاری که برای واکسن نسیت تبلیغ کنه، نشون میدی که سلامت ملت برات هیچ اهمیتی نداره. یعنی در حالی که هیچ چیزی از واکسن داخلی هنوز وجود خارجی نداره، خبرش رو به زور همه جا جار میزنن که بله بدو بیا واکسن داخلی تو راهه. امیدواریم که انشالله تا اوائل سال آینده و اگر انشالله همکاران ما به جنبن و یه کارایی رو ما میانبر بریم، شاید هم زودتر ما خبر خوش ساخت واکسن رو که به WHO هم اعلام کردیم، مراحل ثبت اونجا هم کارایی که کردیم داره طی میکنه، میتونیم انشالله به عنوان یک مژده بسیار دلگرم کننده به مردم کشورمون بدیم که این غرور ملی رو انشالله تقویت خواهد کرد که ما پا به پای بزرگترین تولید کنندگان واکسن کووید 19 انشالله داریم گام برمی‌داریم. پا به پا؟ یکم یواشتر برو، به پا تسمه تایم نسوزونی. خود مطمئنی که داری پا به پای فایزر و آکسفورد گام برمی‌داری؟ ببین برای ساخت واکسن خودت هم میدونی مرحله حیوانی که هنر نیست. اصل ماجرا مراحل تست انسانیه که هر واکسنی باید 3 مرحله تست انسانی رو پشت سر بذاره. فاز 1 واکسن رو روی یک جمع محدود تست میکنن، اون هم 2 دوز با فاصله چند هفته. بعد چند هفته این افراد رو مانیتور کنی، اگر نتایجش قابل قبول بود میرن فاز 2. فاز 2 چیه؟ همون واکسن رو روی چند صد نفر تست میکنن با دوزهای مختلف
تا در بیارن که چه میزان از این واکسن لازمه. مثلا به یکی دوز اول کمتر میزنن، دوز دوم بیشتر میزنن، به اون یکی دوز اول بیشتر میزنن، دوز دوم کمتر میزنن، تا در بیارن که کدوم روش موثرتره. این چیزها رو هم که با یکی دو نمونه نمیشه به دست آورد. هرچه انبوه‌تر این تست انجام بشه، نتیجه دقیق‌تری به دست میاد. بعد مهمتر از همه فاز سومه. تو فاز 3 باید این تست رو روی چند هزار نفر بکنی، از همه سنین مختلف، نژادهای مختلف، با بیماری‌های مختلف. یعنی یک برش کوچیکی از اون جامعه که توش همه جور آدم وجود داشته باشه. مثلا فایزر رو روی 44,000 نفر چک کردن، مدرنا روی 30,000 نفر، آکسفورد حداقل 11,000 نفر رو چک کرده. بعد همه این افراد رو باید به دقت کنترل کنن، تمام علائم وضعیت سلامتیشون رو دائم رصد کنن، ثبت کنن. بعد آخرش اگر همه این اطلاعات رو جمع کنن، تازه میتونن در بیارن که این واکسن چقدر تاثیر داشته. مثلا فایزر آخرش این گزارش رو بیرون داده 50 صفحه که مثلا بعد از هر دوز واکسن چه تعداد از این افراد تب بالای 38 درجه کردن، چند نفر سردرد گرفتن، چند نفر لرز گرفتن. بعد نتیجه واکسن روی نژادهای مختلف چطور بوده، ریز با جزئیات، سفیدپوستا اینقدر، سیاه‌پوستا اینقدر، آسیایی‌ها اینقدر. بعد تازه آخرش با شفافیت کامل هم گفته که ما هنوز به این سوالات نتونستیم پاسخ بدیم. همه این کارها رو که انجام داده، میره تازه به یک سازمان تخصصی واکسنش رو ارائه میکنه تا تاییدیه بگیره. واکسن اینجوری درست میشه، نه اینکه هر کی توی شیشه دوات چیزی ریخت روش بنویسه واکسن بشه واکسن. حالا شما برای تولید واکسن چه مراحلی رو طی کردین؟ ستاد اجرایی به تکنولوژی ساخت واکسن دست پیدا کرد. تمام مراحل ابتدایی و مقدماتی اینکه تست انسانی شروع بشه با بالاترین استانداردهای پروتکل‌های بین‌المللی و منطبق با WHO انجام گرفته. یعنی تمام مراحل حیوانیش، چه روی موش، چه روی خرگوش، چه روی خوکشه، چه روی آخرش میمون، واقعاً به صورت فوق تصوری جواب مثبت داده. واکسنی که ادعاش رو میکنی فقط تا حالا رو میمون اثر کرده. میمونش هم که حالا جایی ندیدیم، مثلا حیوان زبون بسته که حرف نمیزنه، معلوم نیست اصلا نتیجهش واقعی بوده نبوده. بعد تازه رسیدی به مرحله 1 تست انسانی. این رو که امروز روی اولین آدم تستش کردی، تازه 2 ماه بعد نتیجهش معلوم میشه. این که شعاف نداره. 9 دی و آغاز مرحله آزمایش انسانی واکسن وطنی کرونا. امروز نخستین تست انسانی واکسن ایرانی کرونا انجام شد. این همه تبلیغات و دوربین بیار و دوربین ببر فقط برای اولین تست انسانیه که این مرحله جزو مراحل تحقیقات محسوب میشه. والا بقیه دنیا 4 ماه پیش، 5 ماه پیش، 7 ماه پیش این تست انسانی رو شروع کردن، نه وزیر آوردن، نه خبرنگار ردیف کردن، نه شوی مطبوعاتی رو انداختن، چون همه میدونن که این تازه اولین تسته. نتیجه قطعیش هم 2 ماه بعد روشن میشه. خب هر کی دستش تو کار باشه میفهمه که اینایی که برای تست اول شوی تبلیغاتی راه انداختن، هدفشون فقط برطرف کردن یک نیاز تبلیغاتیه تا فشار واکسن به خرید مردم رو از روی خودشون بردارن. حالا فکر میکنید که برنامهشون برای ادامه این تست‌ها چیه؟ و این واکسن که زده میشه 2 نوبت باید بزنن دیگه. نوبت اول زده میشه، کنترل میشه مرتب توسط من و همکارانم. اینها در یک هتل نگهداری میشن، چون باید اون مدتی که واکسن میزنن نرم بیرون کووید بگیرن. اگر مشکلی براشون پیش بیاد خب بیمه هستن و خدای نکرده اگر مسئله حادتری پیش بیاد دیه داده میشه. برای مرحله اول 50 و نزدیک 56 تا در نظر گرفته شده. تو 2 مرحله بعدیش به چند نفر اتفاق میفته؟ دیگه فکر میکنم مثلا همین تعداد تقریبا روی 100 خورده باید کار بشه. یعنی واکسن داخلیشون همینه، روی 100 نفر میزنیم، بعدش دیگه علا برکت الله، دیگه دنبال نتیجه و ایناش نباشید دیگه، خودتون میزنید در میاد که نتیجهش چی میشه. تازه اینجوری هیجانش هم بیشتره، خود نمیدونی آخرش چی میشه. حالا از توش یک مدل جهش یافته کرونا در میاد، چیز دیگه معلوم نیست. بی خود نیست که میگن
واکسن داخلی اینا شاید اولین موردی باشه که جامعه جهانی مجبور میشه برای یک واکسن دیگه بسازه. اما از همه مهمتر کار عظیم و حماسه‌ای است که عزیزان ما در داخل کشور دارن انجام میدن و خلق میکنن و اون هم تولید واکسن داخلی است. مردم عزیز ما باور کنن که ما این کاره ایم. ما حتما انشالله در آینده نزدیک اثبات خواهیم کرد که واکسن داخلیمون ارجح نسبت به خیلی از واکسن‌هایی که تو دنیا میسازن. وقتی یه کسی به التماس میفته که من رو باور کنید، یعنی خودش خوب میدونه که هیچ چی نداره که باورپذیر باشه. حالا این واکسنشون خیلی باورپذیر بود، جهانپور هم اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، گفت واکسن ایرانی نیازی به تایید سازمان بهداشت جهانی ندارد. یعنی اگر ذره شانس اعتماد سازی بود اونم از بین برد. آخه شما تا حالا چیکار کردین که مردم باورتون کنن؟ یه پراید درست کردید تبدیل شده به تابوت متحرک. یه میمون فرستادید فضا، یه میمون دیگه برگشت. ماهواره نظامی فرستادید هوا، معلوم شد که فقط یک وبکم معلق بوده. تو مانور خودتون ماکت ناو دشمن فرضی رو نتونستی غرق کنی، همونجا گیر کرد راهو بست. موشک نقطه زن رو تبلیغش کردی، آخر زد ناوچه خودتون رو زد غرق کرد. خودروی جدید رونمایی کردید روشن نمیشه. روشن میشه؟ استاد روشن نمیشه. روشن نمیشه. بعد خطای انسانیتون رو چیکارش کنم؟ با موشک خودتون در داخل کشور هواپیمای مسافربری رو زدید، بعد از 1 سال هنوز یک گزارش ندادید که داستانش چی بوده. آخه با این میزان شفافیت میخوای کسی شما رو باور کنه؟ با این کارنامه سیاه شما همه میدونن که واکسن داخلیتون هم چیزی جز پروپاگاندای حکومتی برای فرار از خرید واکسن واقعی نیست. حق مردم ایران مثل مردم همه دنیا واکسیناسیون رایگان با واکسن معتبره. واکسن داخلی حتی اگر ساخته بشه همین الان در خوشبینانه ترین حالت 6 ماه باش فاصله دارید. توی این مدت خدا میدونه که چند 10,000 نفر دیگه باید قربانی کرونا باشن. بابا داروسازای داخل کشور هم که دستشون توی کاره میگن ادعاهای ساخت واکسن داخلی در حد یک شوخیه. پس سوال اصلی اینه که چرا تا به حال واکسن خارجی رو نخریدید؟ چرا اینقدر از خرید واکسن تفره میرید؟ ما هر اقدامی میخوایم انجام بدیم، دارویی میخوایم وارد کنیم، تجهیزاتی میخوایم وارد کنیم، واکسنی میخوایم وارد کنیم، 100 لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا. در هر موردی اونقدر مشکلات درست کردن، اونقدر اذیت میکنن که یک کار ساده‌ای که با یک تلفن، با یک ارسال پیام، با یک سویفت میتونست حل و فصل بشه، امروز هفته ها و گاهی ماه ها همه کشور باید درگیر بشه. من خودم در نامه به بانک مرکزی 2-3 تا راه معمولی رو نوشتم، خب از این راه ها رفت بانک مرکزی، خب نذاشتن. به هر حال مردم فکر نکنن ما مشکل نداریم. اولا در مورد دارو که خودتونم خوب میدونید که تحریم ها هیچ ربطی به ورود دارو و واکسن نداره. در این رابطه هم هیچ محدودیتی نداشتید و ندارید. دارو از تحریم معافه، یعنی ما اگر مثلا پولی رو به شکلی که قابل قبول باشه برای فروشنده بهش بدیم، هر فروشنده از هر جای دنیا به ما دارو میفروشه. ولی در این حال خب حدود ماهی 100 میلیون یورو دارو و تجهیزات پزشکی توسط 100-150 تا شرکت واردات شده و الحمدلله هیچ وقت کمبودی به وجود نیامده. دوما چطوره که هر وقت میخواید ماشین‌های آخرین مدل برای نیروی سرکوبگر انتظامی بخرید یا خودروی آب پاش جور کنید اصلاً تحریم نیستید؟ ما تا حالا نشنیدیم که یکی بیاد بگه برای تامین ابزار و تجهیزات سرکوب مشکل داریم، تحریما مانع شدند. اونجا که میرسه از دوربین مداربسته و وسایل ارتباطی و سلاح و گاز اشک‌آور و همه چی آخرین مدلش فراهمه، ولی به خرید واکسن که رسید یاد تحریم افتادید ها. البته بعد اینکه این ترفندشون نگرفت و خودشون هم اذعان کردن که ترامپ اجازه انتقال پول رو برای خرید واکسن داده، افتادن به جفسازی هشتگی علیه خرید واکسن خارجی که اصلا حرام بوده، ما خبر نداشتیم. وقتی اعلام شده که در واکسن‌های خارجی کووید 19 از خون خوک استفاده شده است، اگر ما مسلمانیم باید بر این اعتقاد باشیم که در حرام شفا نیست.
واکسن فایزر رو همونایی ساختن که داعش رو ساختن. چرا واکسن کرونای خارجی رو نباید بزنیم؟ سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. این جزو اون حرفای بسیار عجیبه. اولا خودتون دچار کمبودید. ثانیاً شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بدید. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو ماندگار کنه. خیلی خری. پس از این تبلیغات شما برمیاد که به زبون اشهد دارید میگید نمیخواید واکسن خارجی رو بخرید، چون میدونید که اگر واکسن خارجی رو بخرید هم سپر بلای کرونا رو از دست میدید و هم پروپاگاندای دارو تحریمه و گرونی و تورم به خاطر تحریمه برباد میره. یعنی در یک کلام شما میخواید مردم هم زیر فشار گرونی باشن، هم توی کرونا زجر بکشن تا شما بتونید به حکومت خودتون ادامه بدید. والا هر روز یه قیمته. امروز 33، دیروز 29 بود، پیروز 28 بود. هیچ صاحبی نداره اینجا، هیچ مدیریتی نداره. اینجا خدا وکیلی مشتری میاد تو مغازه، ما خودمون خجالت میکشیم میبره بدیم دست مشتری. به مردم میدن. مردم باید چه کار کنن؟ از یک طرف کرونا، از یک طرف گرونی. ما چه گناهی کردیم؟ البته خودشون هم مدام به همدیگه هشدار میدن که این فشارها یه جوری بیرون میزنه که ریش و ریشه رو با هم میسوزونه. آقا در تجمعات همون مربوط به اعتراضات طرح بنزین آبان 98 عده زیاد بیگناه کشته شدن یا نشدن؟ این که وزیر کشور اقرار کرد دیگه. اینا رو که آمریکایی‌ها نکشتن که. خب مردم حق دارند، من نمیگم حتما کسانی که اینا رو کشتن باید قصاص بشن فلان، سربازی بوده، نیرو انتظامی بوده، هرچی. مردم حق دارن بیان اعتراض کنن که بچه من کشته شد، میتونستید تدبیری بکنید که کشته نشه یا نه؟ میتونن اعتراض کنن یا نه؟ میگیم اگه اعتراض دارید به کشته شدن بچه‌تون اشکال نداره، برید از همون کسی اجازه بگیرید که دستش تو این کار بوده. کی؟ قوه قضاییه دادستانی اجازه میداده به این دادستانی، اجازه چیز میداده، شورای تأمین، کی سرجمش میبینه همین سران سه قوه، همین سران سه قوه دخیل بودن در این برخوردها. اگه میخواید به کشته شدن بچه‌تون اعتراض کنید، از خود قاتل اجازه بگیرید برای اعتراض، از خود همون کسانی که مرتکب این قتل‌ها شدن باید اجازه بگیرید برای اعتراض و کشته شدن بچه‌تون. وقتمون تموم. این خنده‌داره. شما پا روی گلوی مردم میگذاری، دست تو جیبشون بردی، سفرهشو کوچیک کردی، هر سه قوتون پا رو گلوش گذاشتی داره خفه میشه. نمیتونی این آدم منتظر اجازه شما نمیمونه. اگر شما جلوش وایستی طوفانی را میندازه که شما رو بسیار ممنونم خواهد. آقای صابری بسیار ممنونم. بسیار ممنونم و خدا نگهدار.